کاراگاه درستکار و خبره‌ای که دیشب خودش را فدای حرفه‌اش کرد. در بریتانیا آخرین قسمت از مجموعه سریال‌های پوارو شب گذشته به نمایش درآمد. پایانی بر 3 دهه پیدا کردن مجرمان و قاتلان. پوارو بلژیکی است و قبلا عضو پلیس بلژیک بوده، اما داستان‌های او وقتی آغاز می‌شود که به بریتانیا می‌آید و کارگاه خصوصی می‌شود. در آخرین قسمت از پوارو او میمیرد، یعنی در واقع خودکشی میکند. دیوید سوشی بازیگر بریتانیایی این نقش که 24 سال جای جناب هرکول بازی کرده خود یکی از تماشاگران آخرین قسمت سریال خودش بود. احساساتی. این سوال که چه حسی دارم سوالیه که مدام از من میپرسن. چی بگم؟ بعد از 24 سال پوارو، بعد از 24 سال روی آنتن بودن به عنوان پوارو و 25 سال فیلم برداری این سریال، حالا درست مثل اولین روزی که با همسرم نشستم و سریال رو دیدم. باید دوباره همین کارو بکنم. احساساتم غیر قابل وصفه. چقدر زود گذشت. حسم مثل یویو هی بالا و پایین میره. از خصوصیات اخلاقی پوارو میتوان به مرتب و منظم بودن بیش از حد او و علاقه وافرش به غذا و غذا خوردن شرکت. بازی کردن نقشش نباید ساده باشد. سختی های کار هنرپیشگی جای پوارو کم نبوده، از سبیل جناب پوارو تا راه رفتن با کفشای تنگ و نوکیزش و تا مهمتر از همه آنها صحبت به لهجه فرانسوی و بلژیکی. کار خیلی سختی بود. کلی تحقیق کردم و به این شخصیت فکر کردم. در طول این 3 دهه هر بار که خواستیم مجموعه تازه‌ای رو شروع کنیم ساعت‌ها وقت صرف کردم و مجموعه قبلی رو تماشا کردم تا دقیقاً همون چیزی رو که قبلا بازی کرده بودم بازی کنم که مبادا پوارو عوض بشه. سریال پوارو بر اساس نوشته‌های نویسنده داستان‌های جنایی آگاتا کریستی ساخته شده. 14 بار نامزد دریافت جایزه بفتا در بریتانیا شده که 4 تایش را برده. شخص دیگه‌ای که در منزل شما زندگی میکنه کیه؟ منظورتون آقای سیمپسونه؟ ایشون مستاجر ماست. شغل ایشون چیه مدام؟ اونم تو کار تجارته. در بانک بلگراویا کار میکنه. مرد جوانیه. دوبله فارسی فیلم را از همان نخستین سالهای نمایشش در دنیا شبکه اول تلویزیون ایران هم نشان داد. پوارو را در ایران اکبر منانی پوارو کرد که گفت کارش در دوبله فارسی این نقش از کار هنرپیشه اصلی آسانتر نبوده. تا 1 ساعت دیگه. علی همدانی، BBC.